درود عزیزان. توی این ویدیو میخوایم راجع به رنج معامله‌گری صحبت کنیم. بیش توضیحی میخوام برم سراغ 3 سوال کلیدی که میخوام که در تجربیات خودتون این 3 سوال رو جستجو کنید. تا آخر این ویدیو همراه باشید چون میخوایم یه پیشنهادی رو بهتون مطرح کنم و اگه بتونیم یه کتابی رو شروع کنیم به خوندن. همتون قاعدتاً دوره‌های مختلفی دیدید. آیا تا حالا به این فکر کردید که در لوپ دیدن دوره‌ها گیر افتادید؟ یا به این فکر کردید که چرا با اینکه انواع و اقسام متدها رو مسلط هستید اما وقتی پای بازار میشینید همش دارید ضرر پشت ضرر میکنید در دراز مدت؟ یا شاید بالاخره بعد از سالها یه روزی به خودتون گفته باشید که اگر همون روز اولی که ترید رو شروع کردم طلا خریده بودم الان جلوتر بودم. این همون دارک ساید تریده که هیچ کس راجبش صحبت نمیکنه. شما هیچ تریدر حرفه‌ای یا از این تریدرهای کف اینستا ریختن نمیتونید پیدا کنید که بیاد راجع به رنج‌هایی که در مسیر معامله‌گری کشیده صحبت کنه. همه میان دستاوردها و موفقیت‌هاشون رو علم میکنن و هیچ کس راجع به سختی‌ها و رنج‌هایی که در این مسیر متحمل شده، تازه اگر موفق شده باشه، صحبت نمیکنه. ما یه چرخه‌ای داریم از دوره‌های تکنیکال که تقریبا هر کسی که توی این فضا هست توی این لوپ گیر افتاده. شما نگاه کنید، از متد کلاسیک معمولا عموم افراد شروع میکنن، متدهای عرضه و تقاضا، اندیکاتورها، پرایس اکشن، اسمارت مانی، اسمارت تکس حتی، و هیچ تعارفی با هیچ متدی نداریم. انواع و اقسام دوره‌ها رو همه میبینن و همه این دوره‌ها یک کار میکنن، دارن دانش تکنیکالی شما رو ارتقا میدن. اما مسئله صرف دانش تکنیکالی شما نیست، چون شما وقتی پای چارت میشینید فقط یک دانش تکنیکالی نیستید، شما یک انسان هستید و روح و روانتون، احساساتتون، اندیشه هاتون، پیش‌فرض‌های ذهنیتون، همه اینا روی چارت اثر میذاره. نمونهش شما اگه فردا چک برگشتی داشته باشید، قاعدتاً امروز تریداتون رو به فاک میدید. خیلی چیز طبیعی و بدیهیه. یا اگه امروز با یکی دعوا کرده باشید، قاعدتاً نمیتونید ترید کنید اونطور که باید ترید کنید. پس ما یه چیزی داریم به اسم توهم مهارت تکنیکال. یعنی اغلب افراد فکر میکنن که اوکی، من که الان کلاسیک رو شروع کردم، بعد یه مدتی میبینم نه این کلاسیک به دردم نمیخوره، یه چیز پیشرفته تر میخوام و میره سراغ الیوت، پرایس اکشن، اسمارت مانی، اسمارت تکس و کلا هدف افراد اینه که هی دوره های پیشرفته تر و پیشرفته تری ببینن. خب این پیشرفته تر شدن دوره ها شاید از شما نقاش بهتری بسازه، اما در نهایت الزاما از شما یک تریدر بهتری نمیسازه. اگه بخوام یه آمار بدم، آمار خیلی تجربی هم هست، مثلا پژوهشی روش انجام نشده، ولی شاید شما با من هم نظر باشید که 60-70% قضیه اصلا ربطی به این دانش و مهارت تکنیکالی شما نداره و مسئله خود شما هستید. اون 30-40% دانش تکنیکالی رو اگه بذاریم کنار، 60-70% برمیگرده به شخصیت شما، تایپ شخصیتی شما، روح و روان شما و مسائل روانشناسی و فلسفی. به عنوان مثال اگر شما آدم عجولی باشید و توی سایر ابعاد زندگیتون این عجول بودن رو ببینید، خب طبیعیه که در ترید و پای چارت هم بتونید این عجول بودن رو ببینید. مثلا زود وارد پوزیشن هاتون بشید، ترس از دست دادن پوزیشن داشته باشید. یا اگه طمعکار باشید، خب طبیعیه که سوداتون رو سیو نکنید. یه چیز خیلی بدیهیه دیگه. یا هر کسی الان شاید شما طی این سالهایی که حالا فعالیت می‌کردید یا ماهایی که فعالیت می‌کردید، یه سری ابعاد درونی خودتون رو احتمالاً مشاهده کردید. مثلا کسی که کمالگراست، من خودم کمالگرام، کسی که کمالگراست توی چارت گم میشه، انقدر دیتا اضافه میکنه و حالا خصوصا اگه نگاه جزنگر هم داشته باشه که دیگه بدتر. خلاصه بازار مثل یه آینه عمل میکنه و تمام این نقص‌های شخصیتی ما رو میزنه تو صورتمون و چیزی که ما این وسط نیاز داریم شاید اون آرامشه و حضور ذهن باشه که نداریمش. یه جمله معروفی از آدام اسمیت هست که پدر علم اقتصاد مدرنه، احتمالاً شنیده باشیدش ولی خب بد نیست اینجا هم یه سری بهش بزنیم. میگه اگر در مورد خودتون شناخت کافی ندارین، بازار سهام جای گرونی برای کسب این شناخت. کسی که توی بازار بورس، فارکس، کریپتو، هر جا فعالیت کرده و هرچند که متدهای مختلف و پررنگ و لعاب تکنیکال هم دیده باشه و ضرر کرده باشه و طعم ضررها رو چشیده باشه و با نقص‌های شخصیتیش مواجه شده باشه، میفهمه این جمله یعنی چی. یعنی اصلا این جمله سراسر رنجه. خب یکی از موانعی که سد راه یه تریدری که به متدهای تکنیکال مسلطه ولی موفق نیست وجود داره، دلبستگی.
یه پارادوکس خیلی عجیبی اینجا وجود داره که کمتر کسی بهش توجه میکنه. شما روز اولی که وارد ترید شدید برای چی وارد شدید؟ آیا غیر از این بوده که برای استقلال مالی و آزادی بیشتر وارد بازارهای مالی شدید؟ یعنی کسی هست بگه من روز اول به خاطر این تصمیم گرفتم وارد بازار مالی بشم که رنج بیشتری متحمل بشم و زندگیمو سخت‌تر کنم؟ خب طبیعیه، هممون به خاطر اون آزادیه و استقلاله و حال خوبه، رفاه بیشتر وارد این مارکت‌ها شدیم، تعارف نداریم. اما در نهایت چیزی که نصیب مثبت 90% افراد در این مسیر میشه همون رنج بیشتر. خب یکی از دلایلی که این نارضایتی در ما ایجاد میشه و در نهایت چیزی جز نمک روی زخم‌های پیشینمون برامون نداره میتونه دلبستگی باشه. به عنوان مثال اگه شما اون حس و حالتون و آرامش خاطرتون رو به استاپ و تیپیاتون وصل بکنید، قاعدتاً اگه استاپ بخورید روح و روانتون به هم میریزه، اما اگه تیپی بخورید خب میتونید خیلی شاد و شنگول بشید. این یعنی چی؟ یعنی ما یک نوسان خلقی داریم، ما یه آرامش پایداری رو تجربه نمی‌کنیم. طبیعی، اصلا ماهیت این مارکت ها واقعا همینه. کمتر کسیه که بیاد بگه نه من از روز اول همونطوری واقعا یه حالت خوش و خرسندی رو دارم. حالا کلید حل این مانع دلبستگی چیه؟ خب طبیعی عدم دلبستگی. اما این عدم دلبستگی به حرف ساده است. مگه میشه دلبسته نبود؟ یا مگه میشه همونطور که اینجا نوشتم که باید بتونی استرس رو حذف کنی و با ذهن آرام مثل یک ربات بی احساس فقط سیستمت رو اجرا کنی؟ مگه میشه واقعا به سادگیه مگه؟ اما اگه بخوام یه گام کوچیک برداریم، شاید به عنوان، نمیخوام توصیه‌ای این ویدیو رو پیش ببرم، ولی به عنوان یک گام کوچیک شاید همین که ما اون در واقع پیش‌فرض فکری و ذهنیمون رو به جای تمرکز روی سود به اجرای بی‌نقص سیستممون معطوف کنیم، شاید همین بتونه کیلومترها تفاوت ایجاد کنه. شما یک پلن معاملاتی دارید، یک استراتژی معاملاتی دارید و به جای اینکه روی سود و تیپی زدن تمرکز کنید، کافیه که روی پایبندی به اون سیستم تمرکز کنید. اما این همه ماجرا نیست طبیعتاً، میدونم. میخوام ویدیو رو با این 2 سوال و در نهایت یه پیشنهاد در انتها به اتمام برسونم. سوال اول اینه که آیا شما این رنج رو تجربه کردید؟ خیلی دوست دارم که تجربیات خودتون رو به اشتراک بذارید. احتمالاً بتونیم تو ویدیوهای بعدی اگر قرار باشه ادامه بدیم این ویدیو رو، از تجربیاتتون استفاده کنیم. اما سوال دوم، قاعدتاً شما در این مدتی که مشغول ترید و فعالیت در بازارهای مالی هستید با یه سری از اون موانع شخصیتیتون مواجه شدید. یه سری از اون چالش‌های روانیتون احتمالاً براتون اومده بالا و رو شده و بهش آگاه شدید. میخوام ببینم بزرگترین مانعی که شما برای خودتون در معاملاتتون حس میکنید چیه؟ اوکی، اینو برام کامنت کنید. احتمالاً ما ویدیو بعدی رو بتونیم با محوریت این 2 سوال پیش ببریم و نیاز به کامنتتون هست واقعا. و اما پیشنهاد آخر، یک کتابی هست در این هیته، در هیته روانشناسی و خصوصا فلسفه، که به درد واقعا تحلیلگرانی میخوره که سالهاست دارن آموزش‌های مختلفی میبینن، دورهای مختلفی گذروندن، اما تهش همون تحلیلگر آماتور ضررده‌ای هستن که روز اول بودن، خیلی فرقی نکرد. این کتاب اسمش هست کتاب معامله‌گر زن، The Zen Trader، و نوشته پیتر کسل هست که خودش یه حالا تقریبا راهب زن هست و داستان جالبی داره. حالا من این کتابو تقریبا 1 سال پیش خوندم و به نظرم خیلی ایده های جالبی داره برای کسی که واقعا متدهای مختلفی دیده و خیلی روی تکنیکال کار کرده اما نتیجه نگرفته. در نهایت هدف این کتاب چیه؟ هدفش اینه که رویکرد مکتب زن یا فلسفه زن که از مثلا بودیسم نشأت گرفته رو بیاد در بازارهای مالی تلفیق کنه و یه جورایی ببینه که چطور میشه مثلا با فرض کنید اون 4 حقیقت شریف بودا یا قوانینی که بودا وضع کرده بود برای یک زندگی بهتر و رنج کمتر، چطور میشه در معامله‌گری اینا رو پیاده کرد. در واقع به زبان ساده چطور میشه معامله‌گر بهتری بود و رنج کمتری متحمل شد. اگه موافق هستید که در ویدیوهای بعدی این کتاب رو شروع کنیم و پیش ببریم، جوری که حتی شاید نیاز نباشه خودتون مستقیما این کتاب رو بخونید، یه قلب قرمز تو کامنت ها کامنت کنید و اینطور میفهمیم که خب میتونیم مثلا این ویدیو رو ادامه بدیم یا نه. چون من حقیقتش این ویدیو رو خیلی امتحانی گرفتم، فقط میخوام ببینم که آیا اینجا درد مشترکی پیدا میشه و شنوایی داره و آیا شما هم به دنبال این هستید که رنج کمتری رو در معامله‌گری متحمل بشید یا نه. من نمیدونم حقیقتش که این ویدیو ادامه داره یا نه، ولی خب اگه ادامه داشت و موافق بودید میتونیم با این کتاب پیش بریم. در کامنت ها منتظرتون هستم. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لایک زیر ویدیو هم یادتون نره و
حتما کانال رو هم سابسکرایب کنید. خب تنها حمایتی که میشه از این ویدیوهای رایگان داشت همینه دیگه. امیدوارم که موفق باشید و رنج کمتری رو در زندگیتون و همینطور در معاملاتتون متحمل بشید.